در ناحیه شهرنو امروز 36 مؤسسه تأسیسات میانه عمومی، 10 مؤسسه تأسیسات عمومی اساسی و 7 مؤسسه تأسیسات ابتدایی، همچنین یک مؤسسه دولتی تعلیمی، مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه شهرنو، آسایشگاه بیماری‌های سیر قره‌طاق، لیسه کسبی تکنیکی رقم 11 و یک چند کودکستان‌های نزد شعبه معارف و خصوصی فعالیت دارند. در دوران استقلال دولتی جهت پیشبرد سیاست دولتی جوانان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای انکشاف همه‌جانبه آنها، نقشه و برنامه‌های زیاد قبول و عملی گردید که به شرایط بهتر زندگی و تحصیل، کسب آموزی مساعدت نموده است. ما همیشه کوشش میکنیم که ملکای مهارت خود را رشد دهیم، از بالای خود بیشتر کاربری کنیم و حرکت کنیم که نسل آینده را، نسل نورس و جوان را در روحیه وطنداری، در روحیه خویشتنشناسی، افتخار کردن از ملت و از گذشته خویش، افتخار کردن از بزرگان خود، افتخار کردن از این دستاوردهایی که در دوران استقلالیت ما را نصیب گشت و ارج گذاشتن به مقدسات ملی، ارج گذاشتن به این قدر خدمت‌های فرزندان به آر و ناموس کشور. ما نیز باید نسل نورس را همین خیلی در همین گونه روحیه‌ها تربیت سازیم تا اینکه آنها نیز در آینده برای ملت و برای وطن یک خدمت خود را کرده توانند. برای در سطح بلند استقبال گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در یک چند جماعت و دهات کارهای زیادی را به انجام رسانیده، بنگاه‌های طبی و خانه‌های سلامتی ساخته به استفاده داده شدند. ساکنان در دهه‌ها که تا این وقت از خدمت‌رسانی طبی بی بهره بودند، با دستگیری مقامات اجرایی محلی و ساکنان خیرخواه آبادکار دیارشان از خدمت‌رسانی طبی برخوردار گشتند. امروزها حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه تندرستی دستگیری نموده ایستادند. در این 30 سال استقلالیت ساحه تندرستی سال از سال پیشرفت ایستاده است. برای کارمندان ساحه تندرستی شرایط خوبی کاری مهیا کرده ایستادند و سال از سال بینید که با تجهیزات‌های زمانوی در ساحه تندرستی مجهز گردانده شده است. ما حرکت میکنیم که بهر سالمی جامعه سهمگذار باشیم. واقعا مردم تمدنساز و آبادگرد و زحمت پیشه و با فرهنگ ناحیه شهرنو تمام جشن‌های ملی کشور را با روحیه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفته، برای باز هم تحکیم بخشیدن پایه‌های دولت جوانمان سهم وطن دوستانه خود را می‌گذارند.